بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران الله متعال، دوستداران خانه الله، بیت الله، دوستداران مسجد الحرام، مکه مکرمه و حج. در ادامه بررسی آیات مرتبط با حج در کلام الله مجید، همچنان در مسیر برنامه گذشته سوره مبارکه آل عمران آیه 97 رو به همراه شما عزیزان مروری خواهیم داشت. در برنامه گذشته درباره آیه 96 این سوره سخن گفتیم. آیه که الله متعال در اون فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین. همانا اولین خانه‌ای که برای انسانها در زمین برای عبادت اونها بنا شد و قرار داده شد خانه است که در بکه هست، خانه است که در مکه هست. بکه نام دیگر مکه است. الله متعال فرمود اولین محل عبادت، اولین عبادتگاهی که برای انسانها قرار داده شده روی زمین خانه کعبه است. مبارکه و هدایتی است برای عالمیان. این آیه 96 بود که در برنامه گذشته به همراه شما اشاره کردیم بهش. در ادامه این آیه الله متعال در آیه 97 اینگونه می‌فرماید که فیه آیات بینات، فیه آیات بینات. در این محل، در این مکان، در مسجد الحرام، در مکه مکرمه، در مکان اولین عبادتگاه انسان‌ها روی زمین، در طول تاریخ حیات انسان روی زمین، نشانه‌های بسیار آشکار و واضحیه برای کسایی که اهل خردن، برای کسایی که میدونن دین یعنی چی، اعتقاد یعنی چی، باور یعنی چی. نشانه‌های واضحی هست. در این شهر صفا و مروه‌ای هست، در این شهر عرفاتی هست، در این شهر منا و مزدلفه‌ای هست، در این شهر تاریخه، در این شهر نشانه‌های واضحی هست، زمزمی هست، در این شهر عبادت‌هایی هست، در این شهر مناسک و مشاعری هست، در این شهر حج هست، در این شهر عمره است، این شهر قبله عالمه. همه اینها نشانه است، همه اینا دلیله، همه اینا سند حقانیت این دینه. فیه آیات بینات. در کنار کعبه، در داخل مسجد الحرام، در داخل مکه نشانه‌های واضح و آشکاری و از جمله این نشانه‌ها مقام ابراهیم. مقام ابراهیمه. مقام ابراهیم، مقام به چند معنا است؟ یک معنای کلی و عمومیش قدمگاه ابراهیم، تحت لفظیش هم همین معنی است. مقام ابراهیم رو داره اینجا، قدمگاه ابراهیم اینجاست. اینجا ابراهیم اومده، اینجا ابراهیم قدم زده، اینجا رفت و آمد کرده و حرکت کرده. چرا ابراهیم؟ چرا الله تعالی ابراهیم رو ذکر کرد؟ بعد از اینکه فرمود در مکه نشانه‌های واضحی است، آشکاری هست، در کنار کعبه نام ابراهیم علیه السلام از بین این همه پیامبران تاریخ چرا ذکر میشه؟ اونم در زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیات رو تلاوت میکنن. آخرین پیغمبر الله متعال بر روی زمین. ابراهیم علیه السلام ویژگی هایی داره. ابراهیم علیه السلام صفاتی داره که به تفصیل درباره ابراهیم علیه السلام ارتباطش با کعبه در آیات بقره صحبت خواهیم کرد. اما
در موضوع حج وقتی که نام ابراهیم علیه السلام ذکر میشه به چی میتونه اشاره داشته باشه؟ اگر در همین سوره آل عمران که این آیه مورد بحث ما آیه 97 همین سوره است، کمی برگردیم عقب‌تر، آیه 65 جواب سوال ماست. الله متعال میدونیم که سوره آل عمران سوره ایه که درباره شأن نزولش درباره مسیحیانی بود که با رسول صلی الله علیه و سلم بحث داشتن و ایشون رو متهم می‌کردن به اینکه شما دین آسمانی ندارید و آنچه که میگویید از پیش خودتون ساختید و این تهمتایی که همه دشمنان میزنن. در آیه 65 الله متعال در سوره آل عمران میفرماید قل یا اهل الکتاب، پیامبر من به اهل کتاب بگو لم تحجون فی ابراهیم، شما چرا با هم جدال دارید درباره ابراهیم و ما انزلت التوراة والانجیل الا من بعد، در حالی که تورات و انجیل بعد از ابراهیم نازل شده. آیا کمی عقلتون رو به کار نمیگیرید؟ تذکر نمیپذیرید؟ شما ابراهیم علیه السلام برای تمام دینهای آسمانی مقدس. یهودیان میگفتن ابراهیم از ماست، مسیحیان هم میگفتن ابراهیم از ماست، الان هم میگن. ابراهیم علیه السلام از اونجایی که پدر انبیای بنی اسرائیل و حتی پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم، تمام ادیان آسمانی مسیحیت در زمان حضرت مسیح و همچنین یهودیت، دین یهود، دینی که موسی علیه السلام آورد، و اسلام، آنچه که ما به اسم اسلام معرفی میکنیم امروز، در اصل ان الدین عند الله الاسلام، همه ادیان اسلام بودن، چیز غیر از اون نبود. اما وقتی که در کنار ادیان یهود و مسیح و اسلام ذکر میشه که اصل همه این سه تا یکی بوده، اسلام هم رسول الله صلی الله علیه و سلم نواده ابراهیم علیه السلام. همه ادیان آسمانی میگن ما ابراهیمی هستیم. خلاصه کلام، یهود هم میگه ما ابراهیمی هستیم، مسیحی هم میگن ما ابراهیمی هستیم و مسلمانان هم میگن ما ابراهیمی هستیم. الان وقتی که یهود و مسیحیت با هم بحث میکردن و جدال میکردن که یهود میگفت ابراهیم مال ماست، مسیح میگفت مال ماست، الله تعالی فرمود که تورات انجیل بعد از ابراهیم اومدن. ابراهیم ما کان ابراهیم و یهودی ولا نصرانی، نه یهودی بود نه مسیحی بود، ولکن کان حنیفا مسلما، انسانی بود بدور از شرک، تسلیم شده در برابر الله تعالی. و در آیه 68 همین سوره آل عمران فرمود که نزدیکترین افراد به ابراهیم علیه السلام ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه، کسانی هستند که پیروش هستند، و هذا النبی و رسول الله صلی الله علیه و سلم و کسانی که بهش ایمان آوردند. ابراهیم علیه السلام نشان حقانیت دینی است که ادعا میکنه نسبت داره با ابراهیم علیه السلام و این ادعا رو کسانی میتونن بکنن که پیرو بشن. پیروی از ابراهیم علیه السلام چطوره؟ پیروی از ابراهیم علیه السلام قدم گذاشتن جای پای ابراهیم علیه السلام، گام به گام با ابراهیم علیه السلام، مقام با ابراهیم علیه السلام حرکت کردن میشه پیروی از ابراهیم علیه السلام. وقتی که صحبت از کعبه میشه، وقتی که صحبت از مسجد الحرام میشه، وقتی صحبت از اولین عبادتگاهی که برای عبادت الله تعالی روی زمین گذاشته شده و وقتی که ابراهیم علیه السلام من بعداً تجدید بنا میکنه اینجا رو و از نسل ابراهیم علیه السلام نواده بزرگوارشون رسول الله صلی الله علیه و سلم در همین شهر در کنار همین خانه دوباره میاد و دعوتش رو شروع میکنه، اینجا این کسانی که اینجا زندگی میکنن، کسانی که کعبه رو دارن، کسانی که مسجد الحرام رو دارن، کسانی که جای پای ابراهیم، قدمگاه ابراهیم قدم میزنن، حج ابراهیمی رو انجام میدن، اینان پیروان حقیقی ابراهیم. مسیحیان و یهودیان دیگه نمیتونن ادعا بکنن که ما ابراهیمی هستیم تا وقتی که به حقانیت کعبه اعتراف نکنن، تا وقتی که قبول نکنن در کنار کعبه فیه آیات بینات، نشانه های واضحی است و از همه واضحتر مقام ابراهیم. اصلا
قدمگاه ابراهیم اینجاست. معنای خاص‌تر مقام ابراهیم همون جایی که ما به اسم مقام ابراهیم میشناسیمش. کنار کعبه، حتما تصاویر عزیزان دیدید، روی در کعبه چند متر اون طرفتر یک حالت گنبد کوچولویی هست طلایی که داخل اون شیشه این فضا یک سنگیه. این سنگ جای پای یک انسانی روی این سنگه. اون قدمگاه پدر ما ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام رو الله تعالی فرمود ملت ابیکم ابراهیم، شما پیرو ملت و آیین و دین باباتون ابراهیم هستید، چرا که پدر بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم پدر امت هست. قدمگاه پدر بزرگ ما، بابای ما ابراهیم علیه السلام اونجاست. جای پای ابراهیم علیه السلام در کنار کعبه مانده. در ابتدا چسبیده بود به دیوار کعبه، اما به خاطر اینکه امن شد و مسلمین که اینجا 2 رکعتی نماز بخونند و سبب ازدحام در مسیر طواف میشد، به دستور عمر رضی الله عنه و به خاطر مصلحت مسلمین در جای فعلی قرار گرفت. این مقام ابراهیم یکی از نشانه های واضح حقانیت دین مبین اسلام و پیرویش و نسبت داریش با ابراهیم علیه السلام. چه نشانی بزرگتر از این در دست ما از ابراهیم علیه السلام، ما انسان ها. فیه آیات بینات، نشانه های واضحی اینجاست. مقام ابراهیم اینجاست. با من دخله کان امنا، هر کسی وارد این فضا بشه در امنه. اینجا محدوده امن الهی است. اینجا حرم است. حرم یعنی خیلی چیزایی که خارج از این محدوده حلاله اینجا حرامه. اینجا نباید کسی شکار بکنه، اینجا نباید کسی یک شاخه را قطع بکنه، اینجا نباید کسی حتی حیوانی را آزار برسونه، انسان که به جای خودش. اینجا حتی حق نداره که یک موی از صورتش رو به زور بکنه وقتی که احرام میپوشه. اینجا حرمه. هر کسی که در این محدوده داخل بشه در امانه. و من دخله کان آمنا، اینجا همه در امانن. و چقدر عظیم این معنا وقتی که انسان میبینه که مقدسترین مسجد روی زمین، با عظمتترین مکان روی زمین، تنها مسجدیه در عالم که زن و مرد با هم در فضای مسجد میچرخن، طواف میکنن. در مسجد النبی اینطور نیست. مسیر خانم ها جداست، مسیر آقایون جداست. محل عبادت خانم ها جداست، محل عبادت آقایون جداست. در تمام مساجد دنیا اینطوره. محل نماز خانم ها جداست، محل نماز آقایون جداست. گرچه در مسجد الحرام در هنگام جماعت سعی میشه که خانم ها جدا بشینن، جدا عبادت در صفهای خودشون باشن، اما در طواف، اما در بقیه عبادت ها آزادن. چرا که اینجا شیطان دیگه دخلی نداره که وارد بشه. اینجا جرأت نمیکنه شیطان وارد بشه در مسجد الحرام. و من دخله کان آمنا، هر کسی که در این فضا داخل میشه در امنه، در امانه. اینجا حریم امن الله تعالی است. اینجا خط سرخ بر الله تعالی. و من دخله کان آمنا، حیوانات هم در امانه، انسان ها که به جای خود. اینجا حریمه، اینجا حرم امن الهی است، چون که مقدسه، چون که عظیمترین مکان روی زمینه. حرم رو الله تعالی تعیین میکنه، نه اینکه هر کسی دلش نخواست حرم مطهر آقا فلانه، حرم آقا فلانه، حرم آقا فلانه. کسی که نه به الله اعتقاد داره یا اگر اعتقاد داره مشرک شده و به دنبال تخریب در کعبه است. عجیبه که امروزه کسانی که دستشون در جنایت در مسجد الحرام و بمبگذاری در مسجد الحرام آمیخته بود هم بعد از هلاکتشون عده‌ای به نام اون اومدن و قصری ساختن و اسمشون گذاشتن حرم مطهر فلان هالک. حرم مسجد الحرام و مسجد النبی. غیر از این دوتا ما حرم دیگه ای نداریم روی عالم. هیچ حرم دیگری در روی زمین نیست، همین دوتا است. محدوده های حرم الله متعال. مسجد الحرام حرمه. و من دخله کان آمنا، هر کسی در این فضا داخل شد در امانه. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اولین عبادتگاه روی زمین مبارک، هدایت برای عالمیان. علاوه بر این
در اون نشانه های واضحی است از حقانیت و مهمترینش مقام ابراهیم و این دین راه ابراهیم رو پیش میبره و حج میکنه و بر الله تعالی ولله علی الناس، حق الله تعالی است بر مردم، حج البیت، حج این بیت، اینجا باید بیان حج بکنن. حج در لغت به معنای قصده، اراده، نیت. مردم باید اراده بکنن، نیت بکنن این خونه رو، باید بیان اینجا، باید بیان حج بکنن. ما وقتی میگیم حج در لغت به معنای اراده و نیت کردن. اراده و نیت چی؟ زیارت کعبه و مشاعر مقدسه و عبادت هایی که اونجا هست رو انجام دادن به قصد تقرب به الله تعالی. این میشه حج. حج واجبه بر مردم، کسانی که طبیعتاً اعتقاد دارن به کعبه، باور دارن به کعبه، به عنوان مقدس‌ترین مکان قبولش کردن. ابراهیم علیه السلام رو به عنوان پیشوا قبول کردن و در مسیرش دارن پیش میرن. در مقام ابراهیم دارن قدم میزنن، جاهایی که ابراهیم رفته میرن. برای اینها واجبه. برای کسی که به توحید اعتقاد داره حج واجبه. ولله علی الناس حج البیت، بر اینها، بر مردم واجبه، حق الله تعالی بر اینهاست که حج خانه الله رو انجام بدن. من استطاع الیه سبیلا، اون کسانی که استطاعت دارن به سوی کعبه و راهش رو پیدا میکنن، میتونن. حج واجبه بر کسانی که استطاعت دارن. حج فقط کنار کعبه است، فقط اینجاست. طواف فقط مال کعبه است. این عبادت فقط مال کعبه است. عبادت خاصی که فقط مال خود کعبه است. حج واجبه برای کسانی که استطاعت دارن. کسی که از لحاظ جسمی میتونه بره، کسی که توانایی مالی داره، کسی که در شرایط امروزه ما میتونه ویزایی بگیره و بره، خودش شرکت میکنه و خطری هم تهدیدش نمیکنه، برای این واجبه که بره. حتی برای کسی که امکانات مالی داره، میتونه که خرج بکنه، اما خودش نمیتونه بره و مریض هست، کسی دیگه ای رو میفرسته و باید بفرست. برای کسانی که توانایی دارن و استطاعت دارن برن حج، باید حج بکنن. واجبه که حج بکنن، اختیاری نیست، باید حج بکنن. نباید بگه که خب حالا من برم پول خرج بکنم که چی بشه. این یک عبادته، این یک دانشگاه است، این یک مسیره که برای وصل ما با تاریخ، برای وصل ما با تاریخ انبیا مهمه. ما درس میده، ما رو وصل میکنه به تاریخ انبیا، ما رو وصل میکنه به تاریخ عبادت روی زمین، ما رو وصل میکنه به کعبه، ما رو وصل میکنه به قبله، ما رو وصل میکنه به اولین عبادتگاه، ما رو در مسیر انبیای طول تاریخ قرار میده. حج قرار گرفتن در مسیر کل تاریخ عبادت الله تعالی روی زمینه. واجبه که بره. اگر کسی نرفت، و من کفر، اگر کسی ناسپاسی کرد، کفر ورزید، انکار کرد از اینکه بره حج، فإن الله غنی عن العالمین، الله تعالی بی‌نیاز از بندگانش. و من کفر، الله تعالی نفرمود کسی که قبول نکنه، مستقیم فرمود کسی که کفر بکنه. یعنی اگر کسی میتونست بره حج و نرفت و قبول نکرد و حج نکرد، این عملش کفره. کسی که تمسخر میکنه به حج، کسی که مسخره میکنه حج رو، کسانی که فکر میکنن حج فقط به خاطر اینه که اونجا نمیدونم مردم مکه، مردم حجاز پولدار بشن، ثروتمند بشن، نیاز به این پولها دارن، چرا پولاتون رو خرج میکنید میریزید اونجا توی جیبای فلانیا و فلانیا؟ نه، الله تعالی این منطقه رو، این حرم رو، این شهر رو برکت داده. خودش میفرماید
اینجا مبارکه. دعای ابراهیم علیه السلام پشت سر اون شهر. میرسیمش در آیه 126 سوره مبارکه بقره. ابراهیم علیه السلام دعا کرد اصلا که تمام برکات خودت رو، رزق و روزی رو به این شهر جاری کن و بر همه هویدا است که چقدر نعمت ریخته اونجا. این چند نفری که فکر میکنن اگر برن اونجا هدف از حج اینه، اینها نفهمیدن معنای حج رو. و من کفر فإن الله غنی عن العالمین. کسانی که سر باز میزنن الله بی نیاز از بندگانش. الله نیازی نداره به این چیزا. ماییم که نیاز داریم. ماییم که باید خودمون رو در این دانشگاه ثبت نام کنیم، بریم خودمون رو بسازیم، یاد بگیریم، استفاده کنیم، خودمون رو وصل کنیم به تاریخ دعوت، بریم جای پای انبیای الهی، رسول الله صلی الله علیه و سلم، همسران بزرگوارش، اهل بیتش، یارانش و قبل از ایشون ابراهیم علیه السلام، انبیای دیگری که حج کردن، قدم گذاشتن جای پای کسانی که به نام اونها افتخار میکنیم. حس قشنگی داره وقتی قشنگ انسان میره و کنار مقام ابراهیم چشمش میفته به جای پای ابراهیم علیه السلام و احساس میکنه الان اینجایی که من ایستادم شاید دقیقاً جای پای رسول صلی الله علیه و سلم بوده باشه، یا صحابه ایشون یا انبیای دیگر. حس عجیبی داره. تجربه حج، تجربه ارتباط با این عظمت و قداست و حرمت، تجربه اون حس معنوی بالا رو نمیشه با الفاظ و کلمات به تصویر کشید. این فرصتی که فقط باید اونو تجربه کرد و کسانی که تجربه کردن میدونن، میفهمن که من چی میخوام بگم. از الله متعال میخوایم که این سفر عظیم رو نصیب همه دوستداران حرمینش بگرداند. کسانی که دوست دارن کعبه رو زیارت کنن، دوست دارن مقام ابراهیم رو تجربه کنن، دوست دارن تا در جایی که پدر بزرگوارشون رسول الله صلی الله علیه و سلم و پدر بزرگوارمون ابراهیم علیه السلام قدم گذاشته قدم بگذارن، جایی که اولین عبادتگاه روی زمین گذاشته شده برن اونجا عبادت کنن، برکت حاصل کنن، عوض بشن، تولدی دوباره پیدا کنن، از اول زاده بشن بعد از حج. الله تعالی نصیب همه ما بگردونن بارها و بارها. الان خصوص نصیب اون عزیزانی که هنوز توفیق نصیبشون نشده که این سفر رو تجربه بکنن. از الله متعال بعید نیست که بارها و بارها نصیب ما بکنه این فرصت رو. در برنامه بعد انشاءالله به همراه شما عزیزان باز به آیات دیگری است، آنچه که در کلام الله مجید به موضوع حج اشاره داره خواهیم پرداخت و انشاءالله مروری بر اون آیات هم خواهیم داشت. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو احاطه کردید و همه شما خوبان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار.